درود احترامات برادرای عزیز، مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشید. راستی بازن خنده آور و بازن بگیم که علم آور. در تاجیکستان با گفته نه عامله ها نه آدیندار ها جهاد فرسیده است. عجیب، از همه عجیبش یک مسافدی که خیلی چمان بابای قند میگفت و اون هم باشه مردم و جهاد دعوت کرده است. در تاجیکستان قرض و فرض شده است جهاد. بالای سری کی؟ بالای سری کی کردنیش؟ و یک ده ملای افغانستان هم همین بگیم که همین گپا را خیسته است و گفته است که در تاجیکستان جهاد فرض شده است، باید در تاجیکستان جهاد کنند. خلاص انا محترم نیامله ها ولی فرزندای تاجیکستان نه مرده است که شما در اونجا جهاد کنید. یه اولین چیز است. من که خودم مخالف سیاست امام علی رحمان هستم، ولی امام علی رحمان بسیار اشتباه ها کرده ایستاده است، با باوری یا با عقیده بعضی انسان ها بازی کرده ایستاده است. اما در تاجیکستان چقدر انسان ها زندگی میکنه که 99% با همون عقیده امام علی، با همون رفتار امام علی، با قانون های امام علی راضی نیست. اما بگیم یک جای کمی ترس دارن، کمی هراس دارن. انا بگیم که من قلق هستم، اصلا ملتم قلق است. یکی من حق در سیاست تاجیکستان دارم برای آنکه من فرزندی سرزمین هستم. و کسی شما را از دیگر کشورها و دیگر جایها بگیم بالای سر ما تصمیم گیریده حق دادگی نیست که شما بالای سر این کشور تصمیم بگیرید. من در همه حالت گفتگی هستم، در همه حالت. برای شخصا من که مخالفی شاید امام علی مرا در لبای پورات بپرونه، به قپه بکشه، نو بسته از او. امام علی هموطن ما است، در تاجیکستان تولد شدگی است و این کمبودی بین ما و امام علی هست، اگر چیزی شده باشه نباشه. این حق همون داریم قطعی امام علی کشتل با کشتل کنیم، قطعی حکومت. نیکی اگر این خیل بگیریم، من باز هم میگم که پاتینکه امام علی را از دیگران ما بالاتر میدونم، برای که تو دیگر هستی. این خدی است، گرچند احمق باشیم این خدی است. برای ما پاتینکش از شما برای این انسان های تصمیم گیر در بالای سر مردم تاجیکستان بالاتر است.
اکو او دفعه با سخت گفته بودم برای روسو این کلمه را برای شما استفاده نبردم، خاطری که دیگر من خودم وعده دادگیم که کلمه های سخت استفاده نمیبرم. میفهمی؟ نسکیش از تو برای نو بیگانه برای ما بالاتر است. گرچند من مخالف هستم، گرچند شاید ما در خانه ایتا برم یا پیش ایتا برم تا در پیش ما آش کنی، گوسفند بکشی، نه که ما پیش امام علی برم که امام علی شاید ما را خدمه بکشه. نه که به همین نگاه نکرده من خودی را از بیگانه فرقش دمیرم. برای همون جهاد میکنی، نمیدونم چی کار میکنی، در همون وطن ختون بکنی. همین دین به آبروشید، دین تو همین درجه در دنیا شک شبهه پیدا کرد، از پشت نمی شما برای این ملاها بود. فقط کشتن، قتل کردن، نمیدونم پراندن، زلاجنی گرفتن، نمیدونم دیگر هر چیزی که داشته همین از شما همین خیلی مردم از دین گریزون کردن یا دین در نظر مردم یا جهانیان یک بگیم که وحشت افکن نشان داده، یک وحشت افکن نشان داده. امروز هم شما هستید، بیرون از شما دیگر کسی نیست. هر یک چیز هم میتونی که طرف خوب نشون بدی و میتونی که طرف بد نشون بدی. تو میتونستی که در این باره گپ زنی، بگویی که نادرست هست، یعنی که ما مسلمان هستیم، نمیدونم، یا قدر اگر غیرت داری اونا کنسولگرای تاجیکستان در افغانستان هست، میتونی که برای زلاجنیک بگیری کنسولگرایش، نمیدونم، او برای که نماینده حکومت است. این پرابلم را بالای سری مردم آورده است، این پرابلم حکومت است. میفهمی یا که نمیفهمی؟ برای گرچند من در خارج هستم، یکی پاپرویت کنین یک تاتو، من با تمام مخالفتم با همه سیاست امام علی رحمان، من در بری حکومتم هستم. ما اجازت نمیتیم در بالای سر حکومت ما، در بالای دولت ما، در بالای مردم تاجیکستان ما، نمیدونم چور پوچکنده با автомат بیاین و با یراق بیاین، در بالای مادرای ما، بالای خواهرای ما تیرپرانی کنن، بالای دیگران. برای همون میگن که همون پیش پای خطون نگاه کنین و من فکر نکنم که در شما در داخلتون مشکلی نیست، خیلی مشکلی زیاد هست. و گرچند که من در سیاست هستم، در گویم که در تالارهای سیاسی جهانی، آن آبسه و غیره و ساحه دیگر چیزها در گویم که من شرکت میکنم و در اونجا برآمد میکنم، یعنی دفاع از ملت میکنم، از حقوقهای ملت دفاع میکنم و در جای من خودم در اجازت دادگی نیستم که من دخالت به سیاست افغانستان یا با یک سیاست ایران یا سیاست یک نمیدونم همسایه کشور ازبکستان یا قرقیزستان دخالت کرده باشم، برای که مشکلی او هستن و هر کاری که او میتونن خودشون حل میکنن. همون ملت خودش مردم داره، نامردم داره، زنم داره، همه چی را داره. و از اون جمله من همین خیلی چی میکردم که یعنی افغانستان مشکلی خودش هست، مشکلی خودش هست، میتونن که خودشون حل کنن مشکلیشون و روز تا روز دارن حل میکنن، و در این باوری هم دارم که در 50 سال، همین 50 سال از همین سال اگر حساب کنین چند از 24
24 که باشد تا سالهای پنجاهم تا سالهای 60 افغانستان کلا تغییر می آورد. این چیز یعنی که این امپریا این چیزها همش آخرش آمد، همون خلاص آخرش یا اوج میگیره، بعد مثل همون انسان هم پیش از جان دادن یا سوز میشه و با جان میته. من این چیزا در خونگی ها یعنی که خدا رحمتی بابیم و پدرم گذشتنده یا برادرم گذشتنده این چیزا را مشاهده کرده هستم. بسیار مریضی کسل هستند، پیش از همون مرگشون یک روز نیم روز پیش سوز میشوند یا 2-3 روز سوز میشوند که بعد بگیم که هم خیلی از دنیا میگذرن. همین خیلی هست، همون یک سوز شده میگن که وقتی بعضیتون امپریاتون آخرش آمدگی است. برای با همون برادرایی که از افغانستان هستند ما از شما بگیم که چرا خواهش میکنیم اگر دوزخ رویم ما تاجیکستانی ها میریم و کدامی نمیخواد دوزخ رفتن بروم پیش شما قطعی شما بیشت بروم، اما ما اجازت نمیتیم شما را که در کشور ما گوییم که با عراق داخل شویم. و من برای شما از خدمت اجازت نمیتونم مثل ماهای تاجیکستانی که خداشون اجازت داده ایستادن که با شما تحقیر توهین قطعی صحبت کنن که شما گلگ میفروشین، لوتی بازی میکنین. او مشکلی شما است، مشکلی داخلیتون است. چیکار میکنین نمیکنین مشکلی داخلیتون است، خودتون حل کنین و ما همسایه هستیم. میفهمین نمیره مشکلی داخلی خودتون بگیم که شما با حضور خودتون حل کنید و اون چیزی که در داخل ما هست اگر ما کافر هم شیم دوزخ هم بریم یگان افغان قطعی دوزخ نمیبریم و اگر همون روز هم شوه اگر مسئله همین دوزخ دم که یگان مشکلی شوه باز ما هم خدا را خواهش میکنیم که همین ما را خودمون روی که افغانا را نرسم ما بیستن افغانا در بیشت بروه و در هیچ جای پشتی ما شما را دوزخ هم نمیبرن، از پشتی ما شما را دوزخ هم نمیبرن. اگر او قدر دلسوز هستین بسیار مشکلی مثال گیریم که بسیار در چی است دولت های بگیم که اون از عربی نه فلسطین است، مشکلی فلسطین است، میتونین کمک کنین. اگر قدر بگیم که جهادی سخت باشین اگر شما میتونین در اونجا برای کمک کنین که غیرت دارین قوتتون میرسه اگر میتونین برین در اونجا کمک کنین. اگر زور باشین اگر بسیار دین دوست دار باشین و بگیم که در اونجا مشکلی از تاجیکستان دیده بگیم که وزمین تر است. برای اما همسایه‌های عزیز با این خیل نعم الله ها بگیم که داده نشین و انسان هایی که شما را به هرچی طلب میکنه و دعوت میکنه و غیره کار میکنه اونو هم مثل همین امام علی رحمان یک احمق دیگر هستن، پیرن از همین یگان کمبودی ندارن و یکیش بگیم که با قتل کشتار و بازوری و بازیندون میخواه دل خواهی خچه بالای سر مردم آویزان کنه یعنی امام علی رحمان است و دویمین همون بگیم که مثل امام علی رحمان همونو هستن که بازم میخوان با تیر توفن بالای سر مردم با دل خواهی خچونه بگیم که آویزان کنن. برای همون ما خودمون حلش میکنیم مسئله داخلی مونه این به شما را ماندگی نیست. ما از شما خواهش میکنیم از تمام همون مردم افغانستان و از تمام جوانای افغانستان و این خیلی بگیم که انسان ها داده نشید با امید شما را جنت بهش گفته تو نمی قصال کشت مرده شده رفتن. قدر جوانا مردن قدر جوانا مردن رفتن به هیچی مردن رفتن خاکستر شدن خاک شدن رفتن
به هیچی. از پشتی چی؟ از پشتی هم خیلی چور ایده. من برای شما یک توصیه خوب میدادم، اگر توصیه مرا گوش کنین. شما ولی که تاجیکستان یا طرف مانه، شما بین خودتون یک مراسا کده بگیرین. اول فکر کنم که بعد سوز میشه و بعد یک کس دیگر را بگیم راه نشون بدی. شما بین خودتون سوز نمیگیرین. یکی دیگری تا سنی میگین، دیگری تا شیعه میگین، دیگری تا سلفی میگین. بین یا دیگری جنگ جنجال، کشتار، قتل، کشتل با کشتل. اینمی بگیم که شما اصلا همون میبینیم که خودتون سوز نمیگیرین. یعنی هم اپریدیلت سکده بگیرین در همین مسئله دین. بعد بگیم شما من نگاه کرده میستم فقط یک چیز است. همین امروزه تیک توکر هایی که هستن باتل بازی میکنن کو، اما عیناً کار شما را کرده ایستادن. یک کس تحقیر کردن، یک کس توهین کردن، یک کس دشنام کردن، یک کس نمیدونم همون قدری که برای خود مخلص بگیره، بیننده بگیره و یا که بگیم که همون در بازیاش نمیدونم گل پرچم یگون چی بزنن، همون یگون پشک میشک بزنن در بازیشون. امروز شما هم دارین عیناً بگیم که همین کار ادامه میتین. شما از اول که کار ادامه میدادین یک تیک توکر رو ادامه دادین. برای شما تنها یک طرفدار در کار است، خلاص. همون ملایی که در تاجیکستان جهاد میگوی همون یک پتسن هستی، ملادای گفتی همون روسا که یک پتسن هستی. ساعتی دستت رولکس گفتی همون مردم. در افغانستان مردم نونی خوردن نداره. جلک همه باری در سپیس دوزنده ها میبری میدوزونی. تا اول همون اسلام در خودت رعایه که، مسلمانی را در خودت رعایه که برادری عزیزم. بعد از او بگیم که با کسی دیگر بعد بگیم که بعد تفسیراتی که چیکار کردن در کار است. برای همون میگه که همون هر که جای توزه بیاوه خودش بشینه و این کشور ما هست، این مشکلی ما هست. هر چی هست نیست لیش نه. برای ما را امام علی از شما بالاتر است. برای همون بگیم که این مسئله تونه پیش خودتون بمونین. چه موضوعی که در دولت ما جهاد اعلان میکنین و او قدر جوان با قربانی میکنین، این طرف و طرف کشتار میکنین یا مبلغ را از خود مبلغ مصرف کرده یراق تیر دیگر چیزا ایده همو را بفروشین. بیشتر بگیم مردم و مادرهای اذیت دیده در اونجا هست، با اونا بگیم که ما بگیم یک کمک کنین و خوبتر میشه. همون فکر کنم جهاد شما بهترین جهادتون هم میشه که همون یک آبشی از این گفته. شما در یک کشور بیچاره نه هزاره از دست شما روز داره، نه بگیم دیگر انسان ها از پشت شما روز داره. روز همون فقط شما گپ بیزنس شدگی هستین. یعنی که از همون شب و روز شما فقط برای مردم بگیم که چیکار میکنین، گپ میکنین. این همی دیگر خدا بیزنس. من میگم که شما را خدا بیزنس میگم. واقعا هم بگیم که شما هم یک خدا بیزنس شدین دیگر، از نام خدا یافتین دیگر. اما روز دروز برای قتل کشتار زندگیتون های پشتی صدقه و از پشتی نمی خیریات، نمی فقط شما در مردم پول میده. او شخصیت شما از در خانه خودتون بکنین این کارا و این کارا ما در خانه ما اجازت نمیدیم. میشه و همش وقت ساعتش امام علی هم میره و دیگرش هم میره و همش جاش هم میگیره. اما انا که گپی ما با امام علی رحمان گوش که جیانم عاقبت آوردی انا در همون وضعیت تاجیکستان در یک وضعیتی لقمه دهن کسا آوردی کردی. من ترا میلیون بار در همین نوارام 10 سال میشه من میلیون بار میگم که ترا، یعنی هر یک مسئله حل خودش داره، شرط نیست با قتل کشتار و غیره.
یعنی وقتی که تو میلی میگوی و فرزانه خورشیدتا و شبنم سرایوتان باید میلی پوشن ورم و تیک توکرها تو دخترها دیگرها در نوج کونیلیچ نیملیچ میبروین میستن شکماشون توفتگی برای ایورا اجازت میتیو. یعنی این کاری تو واقعا بگیم تحقیر کردنی بگیم همون عقیده یک کسی دیگر است، عقیده دیگر ملت تا تحقیر کرده، یعنی یک دیگر انسان تا تحقیر کرده ایستودی. و کدومی همون انسان هایی که اگر با تو مشکلی داشته باشن شخصا نمیدونم در دیگر جای تاجیکستان بیرن بالای سر هر کاری کنن، من هیچی نمیگم در این مسئله، برای که تو заслужит کردی. اما من این گپایی که گفته ایستادم که من درباره امام علی هستم و درباره حکومتم هستم در اون حالتی که از در وطن ما کسی حمله میکنه، نه که بیرون از وطن اگر بقپند حامله دارد کنن که من کار ندارم، برای که تو заслужит کردستی چیزا را میفهمی، تو заслужит کردستی این چیزا را. همین عنوانا را مثل اما اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای ملت و غیره و غیره، اینا عاقبت اومدی یک عنوانی بگیم که زیر تجاوز ماندن هم بگیم که بخته گرفتی. وقتی که اطرافیات یعنی ایدئولوگ نیستن و ایده ها ندارن، کار کرده نمیتونن، صاف خیلی برانه درگیر اطراف جمع کردی، نیست یگان ایدئولوژی. ما 1,000,000 بار گفتیم که فرهنگت تغییر دادن در کار است، مدنیت بلند برداشتن در کار است، کار کردن در کار است، در اوجا آدم در کار است. 1,000,000 بار عاقبت اومدی مردم باور که هم به فرهنگ کردی هم به مدنیت کردی، باز هم گرفتی امروز با مو یک لطه خسته یا مطاقتی جنگ جنجال اعلان کردی. سگ است. من گفتم که اگر در خانه اوقات نتی میروه گی گلک همسایه را میخوره. سگ است. اگر در خانه نان نتی او مجبور میروه گی گلک همسایه را میخوره، برای گشنه میشه با او سگ. وقتی انسان ها چیزی مدنی نیست در تاجیکستان، مجبور میشوند با مدنیت ترکی میروند دست میزنند، مجبور میشوند با مدنیت نمیدونم دیگر کشورها میروند دست میزنند. یعنی این چیز هست. 24 ساعت تلویزیون اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت توالت هوی کرد، پیشوای ملت توالت هوی کرد، پیشوای ملت اتیله هوی کرد، پیشوای این چی گپ است؟ این تو کجا آوردی این چیزا؟ امروز مردم در به در بسایب نمیدونن، نیست امین مردم کنترل میکردگی، یعنی امین مدنیت است، فرهنگ مدنیتی که دعوا داری اوزیت نمیدونی خودت که فرهنگ چی است. فقط فرهنگ همین 10 سال اخیر از دهنیت فرهنگ شنویدگی هستیم، نه که یک جزئی یک چیزی فرهنگت برآورده با مردم نشان دادگی نیستی. فقط فرهنگ ملی، نمیدونم لباس ملی، نمی چی ملی. من امیر روزم گفتم که من قطعی هر یک تا میتونم صحبت کنم در باره لباس های ملی تون. چی است لباس ملی و شما چی را گفته ایستودین لباس ملی؟ اصل و از کجا هست؟ چرا او ملی تا است؟ میفهمی نمیره. اینه ایجاز بگیم که درک بدن شما است و اونا گروه دلبایابایی که بگیم نیو مله های تاجیکستانی که اینا درک های پراپاگاندانی تا که تاجیکستان دا آوردن نمی احوال اداختن و امروز در ویدیو نمیدونم در یک ابرشن با یک مردم افغانستان خیسته است، در جایی که بگیم که یک آیه حدیث خطی میگیم صحبت کنه، خیسته است. شما در اونجا گلگ میفروشین، شما نمیدونم نیتری کار میکنین، شما لوتی باز هستین، شما نیتری هستین، ما کار تو نداریم، شما چی کار دارین؟ اما
یا ملان یا باندیت، این چی زنکی است؟ کی یورا اینمی نواراشون اجازت میده که اینو در یوتیوب بگذارن؟ کی را اجازت داد؟ یا در اینجا یگون آیه سوره، یگون حدیث، یگون چی نیفتن که با همون انسان ها بگن که با مطابق شریعت، قانون یا دیگر جای دیگه. چی هستی خودش اصلا؟ اینمی از درک بدنی شما و نعم الله های شما، نماجی میرزا تیشانی بود که نمیدونم ایشانی لبلبو ایشانی کارتوشکوات، اینمی از فرهنگی و اینمی از مدنیتی و تی چی کار داری در وطنش چی کار کردیسته؟ خوزی تو کمتر از همو کردی؟ همین ملاهای تو کمتر از ملاهای افغانستان کرد؟ گفتگیش همین گپا رو ما گفتم، گفتی هم ملاها، گفتم کی تری نمیگم تو. میفهمین؟ یعنی چی کار داری؟ تو فکت اسناد داری؟ همچون یک انسان عالم دین و از اسناد دین بگوی که این چیز در شما حق ندارین، ما هم مسلمان هستیم، مشکلی ما هست. من نمیفهمم، میگم که این حکومت از همین ملاش سرکردگی تا وزیر و وزارت همه اینا دیگر نمیدونن در زندگیشون چی کار کنن. عاقبت آوردن تاجیکستان در یک حالت صدموی گرفتار کردن، چی دنیویشه، چی دینیشه، چی بگیم معمولی زندگی انسان، همه چیز در یک حالت صدموی آمدگی است. اینو نمیدونن چی کار کنن. میفهمی نمیره. برای همون نومو تونه نمیدونم راستی، برای ما رو قدر اینترس نداره، این چیز نمیگم. محترم لای افغانستان، برای اون که من اصلا در مشکلی داخلی شما که ارالش نمیشم، نومو تونه نمیدونم. همون مسئله اختونه ببینین، او خوبتر است. چه موضوع از اونه که باز بگیم که همین در بین همسایگری یک دیلخنکی انداختن، نمیدونم. اگر همین تاجیکو، همین تاجیکستانی ها خودشون دفاع کرده نتونن، من دوزخ برون، تمام من دوزخ برون. اما یعنی که این سخنی که شما گفتین و از اون طرف که بالای سری مردم جهاد فرسیدگی است، ما میریم جهاد میکنیم، نمیدونم ما مردم با جهاد دعوت میکنیم، در اونجا ما مادر داریم، خواهر داریم، گولکا هستن، دیگر انسان ها، یعنی یتیم بی صاحب، اینوالید، معیوب، نمیدونم پیر کم پیر دیگر ها هست. چی هستی خودش اصلا؟ یه بار همون مسلمانوتون جهاد کردین، همون گل و گولاک قلقه کشتین پرتافتین، زمانش از دستش گرفتین، نابود کردین. همین به جهادی شما بسیار جهادی سخت کردگی هستین. در همون قصه ها در تاریخ ها شکمای زنکای گمون حامله‌دار شکمش چاک کرده، حامله‌ش برآوردگی که قلق میزویه، قلق مسلمانی را قبول نمیکنه. گفته قلق دوزخ میرفت، شما در چی بود؟ این همه یک اینترس یا ولیان اخته کلام کردن است. در این نام خدا هم همیده استفاده میشه و دیگر نام پیغمبر هم دیگر چیزا هم. یکی قدر یک دولت بزرگ زدین، میگیم تو تمام گل گودکش گرفتین، کشتین، نابود کردین و دولت چه پورا کردین با نام اسلام. همین کار هم بابای شما کردن، مجدودای شما، و تو امروز دارین همین چیزا شما تکرار کردین. هیچ نه که یه بار آرام شین، یه بار فکر کنین سر این مسئله و کدامت سراسیمه بهش رفتنی برا بهش توخه ترا کی پیش را تا گرفته است؟ تو چرا یک آدم دیگر را مجبور میکنی بهش میروه؟ من برا دوزخ میروه که جا میروه رفتن بگیره؟ برای همو کار خطو نکنین. همو همسایه عزیز
نشود که با بین همسایگری دا بگیم که دلخنکی و دیگر کارو شود و از همو محصولان یا دیگر انسانهایی که در همو بگیم افغانستان هستند ما هم از شما بسیار احترامانه خواهش داریم پیش ره اینو شا بگیم که بگیرین خیلی انسانهایی را که در بگیم تصمیم یالی میگم که کشور خودش مشکلیش زیاد است نه کم است اینها حالی بود انی خود حالی ساز نکرده بگیم در روسیه هم خیلی استا بودن همه استایی که رنگ امروزه ملایی که هم افغانستان و تاجیکستان هست هم خیلی استا میدونین چی خیلی بدن همی ای کارا میگرفتن ای قمه کردن و بدنفسی دویده رفته دیگه کارا میگرفتن هم ای کار میدویدن هم ای کار با دو کارا گرفتگی با یک کار دیگه میبرامد که دویده رفته اوشا گرفتم اوشا هم یک چی سر کده میموند در بین دو سه کار سرسان و سرگردان عاقبت زمستان میشید نه یگان کارش بود نمیشید خلاص صاحباش پول نمیدادن کار بود نشید گفته باز بگیم هم خیلی مشکلی ها میشه امروز همون استواری نکنین همون مسئله همه یک ابیکت اختونه بود کنین وطن اختونه چی مشکلی دارین و مشکلی شما هست ما کردار نیستیم ما مشکلی خدمون هست ما خدمون حل میکنیم نشوه که بگیم دست بگیره بان شویم و از طرف ما کدامی که میخواه بسیار بگیم که بی‌طاقت است و کافر میدونه ای دولت زندگی کردن نمیخواه مرحمت یگون مشکلی نداره خواه سرحد هوی است قبولش کنین تو ما دولتمون یا تغییر یافتنه در ما افغانستان زندگی کرده بیسته در دولت مسلمانی زندگی کرده بیسته ما زیدیتی نداریم در خیلی انسان ها میتونه که برای موقتی بگیم که همون امروز حجاب من است در افغانستان حجاب اجازت است امروز مشکلی داره که در تاجیکستان مثال هم خیلی میتونه برای در افغانستان موقتی زندگی کرده بیسته خاطر دین هجرت بگیم که هست این یگان جایی بگیم پنهانی و یگان جایی چی نیست اگر که در یک جا که دینت مثال گیریم چی شید میتونی که هجرت کنی یک دولت دیندار ده اگر کدام طاقت کرده نتونه میتونه که هجرت کنه رو افغانستان رو اون ایران رو مثال میگیریم دیگر کشورهای هست که کشورهای عربی قبول کنین از اینه که شما میگین که ما میریم میکشیم از او دا بگین که ای برادرای عزیزم یک پیشنهاد خوب قطعی ببروین برادرای عزیزم شما کدامید که همین مشکلی را دارین خیلی که تاجیکستان همه خیلی هست این حال شما میتونین در کشور ما هجرت کنین بیاین مرحمت ما برای شما امنیت میتیم ما برای شما نمیدونم جای کار میتیم ما برای شما بگیم که خونه و در جای زیست میتیم شما بیاین در این کشور زندگی کنین بیاین مسلمان ها ما یک جا زندگی کنیم نه بیاین جمع شین فیرات کنین بروان اگر کدامی که سختی باید طاقت کرده نتونه یکم مشکلی نداره شرط نیست برای یک کیک یک پوستین علاو زنی کلی که پوستین در کار میشوه اما دارو پوستین یک کیک است میشوه وقت ساعتش که ما خدمانی مسئله را حل میکنیم برای همون قربانی چشمتون اما مسلمان ها سراسیمه نشین و بگیم همون مسئله خطونه ببینین اگر میگن که از دستت خوبی نیومد حداقل بدی نک و از دستت نیومد خوبی کردن حداقل بدی نک همون برای پای زندگی چیدن میگه باز هم تکرارن میگم که یگان مشکلی نداره از اون دا سخن خوبی بود که میبرامدین میگفتین که ما همون مردمی که بسیار در دین سخت هستن اعتقاد دارن و ما مثال نمیتونن در اوجه ایستاده در این وضعیت تاجیکستان کمک ما برای شما همی است که ما در کشورمان برای شما راه میتیم بیاین زندگی کنیم خب مثال کشور طالب هم از دو از مسلمانی داره امروز میبینه که شما امروز همون رنگی کاری پوتین کردستین با امیدی 4 تا روسی در اوکراین بودگی یک کشور زده ویران کرد که اونجا حقوق روس پایمال میشه گفته
او میشید که همو 4 عروس فیرات کنه بگیره بیاره در همو کشورش بگیم که مسئله حل شود. مثال همه خیل مسئله در ترکمنستان و قزاقستان بعضی مسئله های ملتی شید. همون پرزیدنت قزاقستان پیشترش بگیم که چیکار کرد؟ هر یک اومدگی قزاق دا اوچاسکه به پول داد، ساختن خانه‌ش متریالش به پول داد، باز پلوس چند قدر پول دیگر برای بگیم که همون سر کردن زندگیش 1 ساله 2 ساله اوقات پولی دیگر پولیش از حساب قزاقستان بگیم که داد. گفت که کدام قزاقی که اگر خواه در اونجا زندگی کردن بیسته، نه که کدامی که اگر خواه بیاید کشورش قزاقستان براش نمی شرایط میته. همه نخستگی انسانو چی در ازبکستان بود چی در قزاقستان در ترکمنستان بود قزاقو خستن اومدن در وطن خچون. خلاص مسئله حل شد. نه نظربایف کسی قطعی جنگ کرد، نه مشکلی شد، هیچی نه، گرفته خچه. و امروز هم همو هست، یگان مشکلی نداره. شما میتونه فیرات کنین، خوبی کنین، خونه بتین، در بتین، جای کار بتین، مونین در همو دولت شما بگیم حجاب پوشن زناشون دختراشون. از این بدی قتل کشتار میکنیم گفتن این کلمه خوب نیست که مثال بیاین هموطنای عزیز خیلی که تاجیکستان هم خیلی است چیکار کنیم ما؟ خب ما نداریم دیگر جنگ جنجال کنیم قطعی و کشتل با کشتل شیم. بیاین مرحمت اینمو میتونیم برای شما جای زندگی بتیم. میروان کدومی که با دینش دوست میداره میروان. کو ببینیم چند آدم میروان، چند آدم میروان، اونم جا معلوم میشه که چند آدم بگیم که بسیار سخت دینش دوست میداره. هیچ که نمیروان، هیچ که نمیروان. برای همون برادری عزیزم مرا راه میتن نمیتن پرابلم ما با خود دخل نداره، با مله ها دخل نداره. من پریمای خودم قطعی ممالی بگیم که مسئله مونه حل میکنیم. این مسئله سیاسی است. نه مرا برادرم این شک علاق ایده و گپای همون بیمانی نوشتنده یک چیز منطقش نمیدونی هرچی ننویس. این هم خیلی است برادری عزیزم، از این خوبتر میشه. اما که شما اگر نیت کنین که ما نمیدونم مردم جنگ دعوت میکنیم یا مردم یراق میتیم یا مردم یک کار دیگه میکنیم، من برای شما یک چیز میگم. همین اگر کارتون عملی شوه، همین کار سر همین ملت عملی کنین، همین کار اگر شوه، من براتون یک وعده میتم که کلا دین اسلام در تاجیکستان من میکنم. یک جنگ دیگه شوه، اگر همین جنگ دینی شوه و بدونین که دیگر در تاجیکستان پولنی مچت پچتای بین میبرن، پولنی بدینی را قبول میکنن، دینی زردشتی را قبول میکنن و بگیم که سرتون میکنن اون طرف. کدومیت بیسمیلا گفتی که حالت بد میشه. همین روز دم اومد همون مسئله همون شما بودین که همین روز دا وردین تاجیکستان رسوندین همون انسان ها که امروز بگیم که دین با دولت جنگ انداختین و امروز هم باز دورین همین چیزا تکرار میکنین. در جایی که نمیدونم یک میگن انسان از اشتباه خودش چیزی می آموزه، اما اینقدر اشتباه شدگی است هیچ باری نیست که شما چیزی بآموزین. بسیار شهرت پرستی. اگر که خواهیم که بازم در تاجیکستان هم مسلمانی بمونه، حالی هم هر چیز است، همه حالت یک بگیم که شکست داره، با پیوست داره، با خیست داره. درخت بگیم که در زمستان خزان میشه، با بهار شوه بگیم که باز میوه میته. همین بگیم مصیبتی یا مسئله که در تاجیکستان است زمستانش است، باز بهار میشه و میوهش میته. اگر که نه این درخت قاق شده ما این را میبریم علاو میکنیم در زمستان گفته اگر ببریش دیگر تمام میشه و همین کار شما بریدن درخت میشه.
یک بار میمکی نه تنها در تاجیکستان بلکه این مسئله در کل دنیا رفته ایستاده است و در خود آسیا خصوصا بسیار مسئله سخت است از بس که مردم بگیم که بین دین و بین بدینی در موندگی هستند حاضر کدامش اختیار کردند اما برای که بسیار دهشت نشان دادگی هستند خودی از طرف شما малейший یعنی کوتاه‌ترین майдатарин خطای شما میتونه که از همون منطقه آسیا تاجیکستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان ترکمنستان و غیره بگیم که کلان دین بیرون کنند دیگه رسما دیگر دین اسلام دین رسمی دولت ها نمیشه اگر همین را خواهین پس مرحمت بگیم که یک بار دیگه همین جنگی دینی بدازین در همین درون حوزی خدشم همو گفتی روسو که نگرانی исчезновения اومدگی است نگرانی исчезновения است با همه دی 4 تا неомлой تاجیکستان نشین که یا همشون بگیم که همون پاگان دارن اینا این неомлой ما امیدوارم که اگر نوار ما با خودی همون خادمان دینی افغانستان یا همین اغوا اندازایی که در تاجیکستان میخواهند جهاد کنن اگر برسه اگر گوش کنین فکر کنم که اندیشه خواهین کرد سر این مسئله نه اگر شما هم دست کرده کدام دیگر باشین که مثل همون دیگر بغدادی و غیره ها که از نام دین دهشت بدازین در دل مردم که دیگر دین شبهه نکنین اگر شما هم وظیفتون از نام دین در آمده دین نابود کردن باشه پس این کار شما حتما انجام میتین حتما انجام میتین که تو که دین باز هم شکست دیگر بخوره می دین اسلام امیدوارم که یک فکر میکنین سر این مسئله سر این گپاتون و این گپاتون ها در حق تاجیکستان اگه من بازم میگم که ما با تمامی هستیم تو هستم لوبوی انسان لوبوی عقیده قطعی فرق نداره یعنی هر انسان کدام عقیده قطعی نیویا یراق قطعی بالای وطنی ما میویا ما یراق قطعی زیدش میستم فرق نداره عقیده دینی باشه دنیوی باشه بودیستی باشه نمیدونم چه عقیده را اگر آوردنی باشه یراق قطعی بیاره بالای سری مردم من یراق قطعی زیدش میستم برای همه هر چیزی که برای خواهش مردم است و باید به یراق به یگان چی بگیم که برای مردم باشه و امروزه من مخالفت امام سیدی امام علی عیناً از این سبب است که یعنی یراق قطعی بگیم که بالای سر مردم عقیده خیچه بار میکنه یعنی فکر خیچه بار میکنه بالای سر مردم ده. امام علی رحمه خلاص جیان کار کرده نتونستی واقعا کار کرده نتونستی از بس که این چیزها را میشید که با یک طرز فرهنگی با یک طرز نمیدونم دیگر چیزها نه این چیزها را بگیم که پیش رخش بگیری نه باز تا طریق زوری و در کوچه ها ابلوه و غیره کار کردن تا با همیدی میگوزم گفته جیان ریدی خیلی میشوده با بعضی آدمو میگوزم گفته میرینه خیال کردی که پروستا میگوزی کو یک ریدی امره پروستا گهد برآمد وقتی که خودت یک سیاست نمیفهمی سیاست چی است دولت داری چی است فرهنگ چی است مدنیت چی است دین چی است عقیده چی است مردم ده یعنی این چیزا را که خودت نمیدونی کجای قدر زور میزنی میای و هم 4 تا نمو گوسفندی دیگه در برات بدگی ها 4 گوسفندی دیگه این کار نیست که امام علی رحمه کار معده یا شوخی باشه که امروز میگیرن حامله دارد میکنن در کدام کجی نمو اخرانات یاردم نمیکنن نمو پول تام یاردم نمیکنن میفهمی میره
برای همو بگیم که امامای رحمان حالی هم دیر نشده است و باید این مسئله را بگیم конкретно бибро маслиҳат кунем чӣ кор кардан дар кор аст. Бояд бигем ки ман раҳи маданӣ ва фарҳангиша нишонат будам ки чӣ кор кардан дар кор ҳаст. мефаҳмӣ намира? Агар дар гӯҳ талабот зиёд шавад, тиҷорҳо гӯҳам меоранд мефурӯшанд. вақти оддитарин чиз ами гӯҳи гов тапак да талабот зиёд шид, бибинед чӣ қадар тапак бигем одамо тапак гӯҳ мекардан, аз кӯчаҳо гӯҳҳоро ҷамъ мекардан меовардан тапак мекардан гӯҳи говато ки фурӯшанд. барои чӣ? Барое ки дар гӯҳ талабот буд. мефаҳмӣ? барои ҳамо бигем ҳар чизе ки талабот бошад ҳамон бигем ки авҷ мегирад. хулас масъалаҳое ҳаст ки дар ин масъала бигем ки маданӣ ва фарҳангӣ фикр кунем, аммо ин чизе нест ки маҷбурӣ кунӣ кора. ва воқеан ҳам бигем як инсон да дард мекунад. барои чӣ? Барое ки та шабнама фарзунаро ё наву лавош ё қанақайкура помидори сирхворӣ ту дигар наву қанчиқи кунтиёра иҷозат метӣ полни рӯз куни лич кунана, намедонам синара лич кунан, рӯзи дуроз дар ютубу дар тикток худошона сёмка кунанд, бимонанд ҳақорат кунанд, намедонам то хову хезошона то ҳамон макидану фучиданошона сёмка кунанд, бимонанд дар барои клиент ҷамъ кардан дар тикток. ҳамаи кори ӯда иҷозат аст, ягон ки пеши раи ӯро намегирад. ва бигем боло як инсони дигар қатъи намедонам румол мекунад, қатъи мехезӣ ҷанг мекунӣ. чӣ аст? албатта ки ин мебинад ки ӯ иҷозат аст. чӣ ба ту ӯро иҷозат додисти ма қатъи ҷанг дор? фаҳмиде? барои ҳамо намефаҳмам оқибатиш чӣ мешава. не ки ҳамон бародарое ки аз афғонистон ҳастен бигем ин фикротон хато аст ки болои сари мардум намедонам ҷиҳод фарсидааст ё дигар чӣ фарсидааст. ӯ фарзи қарзтона пеши хитон монед. ман ваъдатон метам ки ман ҳастам то мурдан ма бигем кадом инсон кадом ақида қатъи ватани ма дохил мешава ма противш меистам, яъне ки муқобилаш меҷангам муқобилаш. ва ҳамон ҷавоное ки бисёре ки аз афғонистон сиркардагӣ ҳастен, ӯ ҳам дар тоҷикистону дар дигар ҷо ӯ ҳам ҳамон ҷое кофта истодан. имрӯза ҳамон мардуми чечен чӣ хел ҳамон ҷо кофтанд ки яки Украина фурсат шида аз тамоми дунё омадан ози Украинада батальоношона ташкил карда задестанд ку зидди урусо. ва ба сари шуморо ҳамон фурсате пайдо мешавад ки боз аз тамоми дунё ҳамон мардуме ки аз дасти шумо гирифтагӣ буданд ку муллоҳо меоянд дар онҷо батальоношона ташкил мекунанд. боз ин фурсате мешавад ки дигар кишварҳо боз инуро спонсорӣ мекунанд. бигем ки боз мурдани мезанатон ку. хулас гуфти ҳамон гапо ҳамон 10 бор ченки як бор бубр мегӯянд ку. барои ҳамо 10 бор ченки як бор бубр 100 бор фикр ки ва як бор гап зад. худат чанд наворта ман тамошо кардагӣ ҳастам. намедонам дод вой мардума фақат даъват мекунӣ бира биза Фаластина биза иҷара биза уна уҷара биза ина иҷа биза ё ки ина иҷа биза ё уна уҷа биза. худат ҳам ҷод намехезӣ. соати Rolex дар дастат ҷонта гардам. уҷа мардум мушкилӣ доранд, мардум танқиси зиндагӣ доранд. худат соати Rolex қатъи гаштисти дар дастат. зиндагит гилворӣ аст. 3-4 зана гирифтагӣ фикр кунам одих карда гаштисти мардума. аз номи худо фан када. так что додари азизам мулло бисёр ҳоли ёши дар зиндагӣ ҳаёт зиндагӣ аз ӯ китоби Қуръони то ибора нест. боз берун аз китоби Қуръон
زندگی معمولی انسان است. او دین هست که با خدا رابطه است. یعنی اینجا با زندگی دیگر است. حیات است، کار گفتنی گپ است، زواد گفتنی گپ است، دو گفتنی گپ است. پروستا شما نمید بیکاری بده. کسی برای شما از درآمداتون نمیپرسه که از کجا درآمد گرفتید. یک بار شما را قانون میبود که شما مله ها را درآمداتون باید اچاد میسپاریدین که از کجا تو درآمد داره. ساعت چند پول است، پول از کجا گرفتی، خانت چند پول میست، از کجا گرفتی پول ساختی، در کجا کار میکنی، ماهانه چند درآمد داره، از کجا تی پول را میگیری. یک بار شما را بر نخل از گریباناتون میگرفت که از کجا یافته استادی پولا و در اونجا میفهمیدی. راست هوی موندگی هستن شما را. شما این مردم از کیسه مردم زده خونه ساختین، از کیسه مردم ماشین میخرین، از کیسه مردم زندگی دارین. از نام خدا را بیزنس کردگی خلاص. برای اما باز همین چیزا وگد نست برای شما. یعنی که بسیار یک چیز خوبی است که برای شما باید مردم اتراوید کنین، این طرف روان کنین، با چندین جوان دیگر قربان کنین، چی از اون طرف باشه چی از این طرف باشه، چندین جوان. و خودت نغز میدونی دستت به امام علی رسیده نمیتونه. یعنی نه دستت میرسه، نه زورت میرسه، نه دوخت میرسه، هیچی نمیرسه. همون میگی بازم قربانی میشیدگی چور کمبغل از اون طرف، چور کمبغل از این طرف. آره اما ایشون دوملو پیش از همون گپود یه بار فکر که باید گپ تا گپ. دنیا به دروازه نیست، از اون جمله تاجیکستان هم به دروازه نیست. در آخر میرم میگم که مشکلی ما امام علی خدمون است و در یک بیگانه دیگر ما اجازت نمیتونم امام علی را تحقیر تنقید کنه در پیش ما. بیگانه را تاجیکستانی را حقش داره برای که او تاجیکستانی است. اما ما یگان بیگانه را اجازت نمیتونم که امام علی را تحقیر کنه یا که تنقید کنه. اگر امام علی سگ باشم، او سگ تاجیکستان است، ما اجازت نمیتونم کسی دیگر را که با سر سگ تاجیکستان سنگ پرتایه، برای که او سگ تاجیکستان است. میفهمی نمیره. تکشتا برای چکای پای زندگیتون شین خوبتر میشه، سلامت سربلند باشه. منظرت 15 ساعت میشه، 14 ساعت میشه بدورم بگیم که بازم ضرولیون دیگر چیز خیلی خسته بودم. راستی از چند نوارو رو روان کردن، همون رو همشه توخیر هم ندیدم. تاوی کمتر گپاشون بگیم چی کردم گوش کردم. یک مینوت نیم مینوت گوش کردم. بعضی ها شاید دیگه هم تا کشتم دیگر. برحال دیگه زنده باشین وطنای عزیز. اگر یگان اشتباه یگان چیز دیگر گفته باشم، یگان آدم خولو ایده هم برو مانده باشه، منظرت از همتون. باقی فکراتون هم میتونین زیر کامنت، زیر همین نوار در اینجای کامنتش بنویسین. فارسی ننویسین نمیفهمم، اما الفابتی روسی تاجیکی انگلیسی خطی بنویسین یا بلا میکنیم. فارسی نمیدونم اما خودم خیلی با حرفای بلوچی که حرفای فارسی هم هستم و میخوام که در تاجیکستان یعنی که حرفای فارسی باید باشه، عملی شود. واقعی سلامت باشین، سربلند باشین، خانه آباد باشین. چه مردم افغانستان، چه مردم تاجیکستان، چه مردم ایران و کل فارس زبانان سلامت و سربلند باشین.